برای در سطح بلند استقبال گرفتن نوروز خوجسپای ساکنان ناحیه شهرنو در همه جماعت و دهات کارهای زیادی را بهر زیبایی محلی زیست مطرح نمودند. این روزها برای سرسبز و خرم گرداندن کوچه‌های مرکز کوشش نموده ایستادند. ساکنان دهه دهآباد ناحیه شهرنو که تا این دم از خدمت رسانی طبی بی بهره بودند با دستگیری مقامات اجرایی محلی و ساکنان خیرخواه و آبادکار دیارشان از خدمت رسانی طبی برخوردار گشتند. قامت افراختن بینای خانه سلامتی با شرایط موافق برای کمک اولیه طبی باعث فرهمندی مردم منطقه و کارمندان ساحه گردید. این مرکز سلامتی زیاده از 3,500 آدم خدمت طبی میرساند، چون که مرکز سلامتی که پیش در دهه اوزون بود خیلی دور جایگیر شد بود و با مردم خیلی سبکی میبرند. در این مرکز سلامتی یک تا طبیب، 7 تا همشیره طبی و یک تا همشیره خود کار و فعالیت میکنند که صاحب جای کار شدن و صاحب عبرت شدن. در آینده از مرکز بیمارخانه مرکزی با مرکز سلامتی میز کرسی ها و چیزایی که تمام تجهیزاتی که در کاری بود برای خدمت رسانی اینجا تامین کردند. مرکز سلامتی دهوی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهمگذاری صاحبکاران محلی ساخته به استفاده داده شد. شرایط فعالیت برای طبیبان و قبول بیماران به طور زمانوی مهیا گشته است. مرکز سلامتی از حجره قبول طبیب عائلوی، حجره مشورت طبیب زنانه، حجره‌های امگذرانی عبارت بودند به بیماران خدمت می‌رساند. باید گفت که سهم ساکنان این گوشه کشور در آباد گرداندن خیابان و رسته ها و گلگشت ها با سزا بودند. محصول محنت آنها نه تنها اطراف بناهای محلی بلکه موضع های خوشمنظره ناحیه و دیگر مکان قبول مهمانان را نیز زیب و آرام می‌دهد. در چهاربین امروزه تمام کارخانه تشکیلات ها قطعه به قطعه با مقصد تازه کردن راهرو و کوچه ها، جوی نهرها عموما برآوردن پارتنرهای غیر رسمی حدود محله ها همین حشر گذاشته شده ایستاده است. مقصد مهیا نمودن محیط زیست سالم، تامین نمودن امنیت اهالی و اینچنین آمادگی به جشن بین‌المللی نوروز عجم. مرکزهای اهالی نشین طبیعی است که به سبزکاری و بنیاد گلگشت‌ها نیاز دارند. این مسئولیت برداشت کارمندان جماعت و دهات ناحیه میباشد. محصول دستان این کارگران است که چون همه ساله تمام موضع‌ها درآمدگاه ناحیه، اطراف بناهای محلی و راه‌های دوره شکل آن از گل و درختان آرایشی و سایه‌افکن باز زیباتر می‌شود. ساکنان ناحیه شهرنو کوشش می‌نمایند که همیشه بهر آبادی و سازندگی این گوشه وطن سهمگذار باشند.